علی اصغر به دست حسین بن علی ملعون. کشورهای دیگه اگر بدونن مردم ایران تو این شرایط اقتصادی خراب حتی با این همه تفرقه انگیزی که میکنن اینقدر متحد هستن، رمز پیروزی ما بود. هیچ موقع هم نمیتونن کاری انجام بدن، چون اتحاده که یک کشور رو نگه میداره. ما مذاکره نداریم، انتقام رهبرمون و خون شهدا رو باید بگیریم. ما از شهادت ترسی نداریم. تاریخ اثبات کرده که ایرانی پرچمش بالا هست و تن به ذلت و شکست نمیده. امروز جنگ آمریکا جنگ بقای خودشه، جنگ وجودی خودشه. او برای بقا می جنگه. اگر خاورمیانه این منطقه را از دست بده، یعنی حذف ابرقدرتی با او وعده که امام خمینی داد. ما داریم میبینیم افولش رو، این افول آمریکا رو داره نشون میده. وگرنه یک ابرقدرت بیا برای اینکه بخواد ایران تصرف کنه، ولی انقدر الان پایین اومده که میخواد یه تنگه رو به دست بیاره، یعنی افول آمریکا. ما اینقدر برقدرت هستیم در قبال اینا که نمیتونن در خدا حضرت آقا فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی هم نمیتونه.